بسیار قدر خوشم دل. تشکر از تشریف آوری شما. این جانب حاجی علی شفا یکی از شرکای جوی نوستم، خانه من در دشت جوی نوسته. یعنی جوی را کار کرده سر میترم از دروازه اول کار شروع کرد از دروازه سنگی به طرف قلی ممدوسا، دیگه بردی تا قلی ممدوسا رسندی. از اونجا باز صلاح و بی‌صلاح کم کم بعضی برادران مشکلات ها بود. اصلا خب مشکلی پولی بود که پول نداشتی. خب امروز صبح اینمی یکنیم ما مشکل برادر دیدیم بالاخره اون را تا جای رسندی. باز برادران گفتن که کشتا او طلبه ما پس کمادی که او رو بس تکنی دوباره متوجه شدی که نه بابا اصلی کار دجگیز مومنده که کده بلنه مو گین منطقه کوشه کده بلنه که تقریبا 1 متر بری جوی منده پشته حاجی ابراهیم خدا خیر بده، خدا پدر مادرش بیامرزه. برادر عزیزم باز متوجه صاحب با این ما کمک با این کار و نمور صاحب محترم یک چیزی یه وعده شد که مقصد از اینه که ما از نابودگی چه شکایت کنیم خدمت کنیم. تو بخور جوی مسافهش بیش از 25 الی 30 کیلومتر. بعضی برادران ما شنیدم کجا بخبر یک دیگو یک اجاره دار بوده گفت 12 کیلومتر. نه بابا بیش از 25 30 کیلومتر مسافه از جویه. تقریبا بالای 2000 خانه زیر از جوی زندگی مونه. ما سر مردم جوی که ما خزانه دار و حسابدار از این جوی کستم ما این کتاب از جوی پیش از ما 3 سال پیشم که کار کردم 15 نیم لگه پی ما توجیه کردم ما دیدم مردم را و عرض کنم خدمت شما که امسال ما خانه 2000 انداخته بله اصلی سر خانه شرکای جوی کسته که 201 خانه یه 201 خانه یک خانه 5 خانه مخره، یک خانه 4 خانه مخره، یک خانه 2 خانه مخره، یک خانه 1 خانه مخره، یک خانه 2 خانه مخره. یه جمشود از این 3 لگ افغانی اگرشونه یالی قرضداری از جوی از بیم که بلندتر شده. تو بگی خب ما نهایت تشکر سپاسگزاریم از همبستگی مردم با مردم. 1 لگ افغانی لطف کردن به ما رایدن. تشکر نم از حاجی علی جمعه حاجی نوروز سید آمد 20000 روپیه از استرالیا بخش از مریکده. تشکر نم از علی حاجی بابالی 30000 افغانی به ما وعده شده. خدا تو رو خیر بده. تشکر نم از بچه شیخ صاحب سفرقول خدا رحمت کنه حاجی شیخ سفرقول ده 8000 افغانی یک دفعه ریکده 10000 افغانی دیگه دفعه ریکده. خب خدا رحمت کنه پدر و مادر استاد مراد از استرالیا خیلی تشکر نهایت تشکر. 20000 دلار را دادی بچه خوب 20000 افغانی از استرالیا بچه استاد مراد در ما آورده. خب خدا تو رو خیر بده که مخلص و دعاگوی غلام و نوکر از مردم بین ما و بین خدا یک چیزی ما کمک کنم خوب باشه. رحمت خدا به پدر مادر مردم کوشه. نهایت تشکر از حاجی موسی 5000 افغانی حاجی موسی ما کمک شده. دیده این قصبا آورده بچه‌ش ما صلواتم گفتم برادر خدمت 5000 از حاجی موسی. تو که خب دیگر رحمت خدا برادر عزیزم به مردکه بوسید و قوقزار و ششپر 42000 افغانی بخشه آقای جعفری ری که در ما رسیده. خدا در ارواح پدر مادرایش برسونه. نهایت تشکر نم از کربلای امان کوشه خانه پدرش آباد با هم که دیسیده بیل بود گوی از کار میکرد بود پند میدیم ما خود خانه آباد پند تو بیدیم رفت بله حاجی شهیدی خدا آته حاجی شهیدی رحمت کنه 1000 پی آوی مرکه خرچی آته تو نمیشه 4000 وعده شد. خدا رحمت کنه دکتر طاهر را خانهش رفتم بچهش ما رو گفته که تو بهش معلوم نیه که میده چند میده نمیده معلوم نیه. خب حاجی اقبال را خدا انشالله صحتمندی بده مسافرایش را خدا وقتش خوش کنه. 20000 افغانی حاجی اقبال آبخو به ما کمک کرد. تشکرش خانه پدرش آباد حاجی جمعه حاجی خدا نظر خدا رحمت کنه 5000 افغانی حاجی جمعه حاجی خدا نظر کمک کرده. امنشین ما مست ما خبر ندارم بوده بچه از اقبال دیده. خب تشکرش. نالم ما تقاضای خواهشیم از بینندگان محترم اول سلامتی کل امزی دوستا و برادرای ما از خدای پاک طلب دارم. انشالله عزتمند سرفراز روی سرخ سربلند باشن، انشالله شادکام باشن، دانش شیرین لبش خندان باشه انشالله، 100 سال عمر داشته باشه انشالله. هر کس که کمک کردن یک صلوات بر مال خدایش بگیم. اللهم صل علی ابراهیم گلپوری جدا از اینکه پشت کار کردن پیسهش میده 2000 روپیه به ما کمک کردن.
برای خوشنودی ارواح پدر و مادر حاجی ابراهیم بلبلی بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد عجل فرج. ما معذرت بخوایم ما تو حادثه پیریو من تکلیف میشدی کارش میکرد بیسه دوستا بزرگوار ما عاجزانه خواهش میکنم که دیگه مردم زله دیگه تقریبا میمن ممتیه اراده قراردادی از بین بالتر شده تو بگی اون بیل داره و کار منه تو بگی خب دیگه امی دارنادار بگی خلاص شده یا لی مکتیه در قچی مزاق موگی ما توتانو چون خزانه دار ماییم شماره تلفنیم 0797 313 415 نام حاجی علی شفایی خیرخواه واتساپ ایمو مسنجر یعنی دمی چالانه تو بگی خب برادر عزیزم که تو باشی عاجزانه خواهشتم کمک همونایی که از روش پوره $1 که کمک کنه بخشی از خیلی ارزش $1 اگر کمک کنه بخشی از خیلی کنه انالی این مسافه 25 الی 30 کیلومتر راه ما تقریبا حساب کو که 4 یک از زیر طوال پیدا کنیم خواهشان بسیار شما کدر سیل کن که چند متر ارتفاعشه برای چند یکی بیش از 2000 خانه که در زیر جوی زندگی نه این همه جمعیت و این تنگی جوی در کی میرسن. نهایت تشکر از شما مسافرین را به خدای کریم بهم سپردیم. امیدوارم که داخلی و خارجی فراموش نکن. امید دیسمزی یتیم و بیوه و مردم بیچاره فقیر مسکینی که نه کار دارن نه نان دارن نه روزگار دارن چی میشه بال خدا منده شه دو پتیش منده اونمور مر کمک کن جدا تقاضا حاجی صاحب صحبت دیگه ای که شما گفتیم که زمانی که بارندگیش نه دوباره کار آره ان شاء الله امروز الحمدلله بارندگی کار ادامه پیدا چند روز دیگر کار اگر خدا لطف کنه که امین روز گفته تا ساعت 4 بجه بارندگی اگر امین روز تا 4 بجه بارندگی کنه کنیمی پشت حاجی ابراهیم کارش نه یاد ایده وشم منده نه سری کار از مود پشت سید سولت رسیده که او بالخ مانده یالی یک برنامه کمپریشل به نام عارفی حاجی خدا نظر شرکت دیده سه مترم در چرخاوی سوچو او در اونجا کار مونه پیش زاری کردم که تو شو روز کار کن که وقتی مردم زایانش نه او در کار مردمه ولی فعلا یک دو نفر دمو چرخاو سرونگ میزنه و پیک کار مونه او در اونجا اونمو که الک نه اگه خدا نصیب بارندگی نکنه دیگه ما مجبوری که به جای تنگ پیراف را بسته حاجی صاحب مثل از این رقم جای در این مسیر چند منه هر کدوم که امی 25 30 کیلومتر مسافه جویا از 25 30 کیلومتر مو تقریبا از 4 ساعت یک ساعت اگر کار کنه نه این مثل جای مثل کده تیلو پرسنل دکتر تایری نی بغلونا یا با جای است که آدم کلک بوز چوب نزدیک جوی بوزغلا چوب نزدیک جوی دقیقه قدر جوی تنگه سابق خدا پدرار بیام بود رجب خان خدا رحمت کنه بخش خوشنودی ارواح گذشتگان ما که جوی کار کرده بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی رجب خان صاحب را خدا رحمت کنه قنجقه بل کلین اما تو کده که خین کرد که آو تیر کرد تو جوی کار نشده حساب کردن که چقدر پیسه جمع شده بیرار چقدر امی مرزوفیجی نکو بختری بگاه خدا مو کسی شده که گفتم از دیم بالتر شده روپی درگت نداره هیچ چیزی خدا نمیده مشخص میشد خودتر بود که مشخص یه تقت تو بگیم که برادر از این بالای چند صد موتر یک خاک از یک گنیخ جای ما بالای چند صد موتر در کو 400 چند موتر خاک را ما از کم را در کو بردم که جگه نداشت تو بیخوب دیگهش ما در جایی داشت که در قشران نفته تو همزین تو تخمین کو که از 101 همزین منطقه ما بالای 400 موتر خاک در کو برده تو دیگهش تو تخمین کو چی میشه بازم نهایت تشکر میکنم که کسایی که ما رو کمک کرده یاری کرده دست از یتیم و بی‌ها و فقیر جاهوری گرفته امیدوارم که ما رو فراموش نکنه ما جدا تقاضامندی کمکی من شنیدم کسا گفتن که حاجی علی شفایی میلیونر تنهای میتونه جور کنه حاجی علی شفا اون موقع داشت خدمت مردم قرار داد دیگه اگه میداشت من صدقه سر این مردم میداد جور باشید شما رو به خدا سپرد